یه دختر خانومی به پدرش مراجعه میکنه و میگه که من الان در شرایط خوبی نیستم از نظر مالی و مستاجرم و مشکل دارم و شما بیا سهم الارث منو پرداخت کن، عوضش من یه برگه امضا میکنم که بعد از فوت شما هیچ ادعایی نسبت به سهم الارثم ندارم. پدرم یه مبلغی پول به دخترش میده و دخترش هم اون برگه رو امضا میکنه. پدر فوت میکنه. بعد از فوت پدر دختر برای سهم الارثش اقدام میکنه و بین وراث اختلاف حاصل میشه و کار به دادگاه میکشه. الان تکلیف چیه؟ در مورد این موضوع 2 نظریه وجود داره و در واقع رویه دادگاه ها با هم دیگه متفاوته. نظر اول بر این باوره که ما یه قاعده فقهی داریم به نام اسقاط ما لم یجب. یعنی چی؟ یعنی شما تا زمانی که حقی براتون ایجاد نشده شما نمیتونید اونو اسقاطش کنید، چون که وراث بعد از فوت اون شخص بر اموالش مالکیت پیدا میکنن و در واقع قبل از فوتش هیچ مالکیتی بر اموال اون شخص ندارن، پس حقی هم براشون ایجاد نشده که بخوان اسقاطش بکنن. یه نظریه دیگه هست که میگه نه، با هم دیگه توافق کردن و این رو در قالب عقد صلح میدونه. موفق باشید.